چنین ملاقات با اصول محله به محله از طریق کارمندان مقامات سودی ولایتی با ساکنان بینای 65 محله 33 شهر خوجند دایر کرده شده. ضمن برگزاری واخوری مذکور عاید به پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، جنایت و جنایتکاری، ترغیب فرهنگ ملی، پیشگیری نشأهمندی، بلند برداشتن حس وطن دوستی، تشکل خودشناسی و زیرکی سیاسی، ارزگذاری به مقدسات دولت، خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، ترغیب طرز حیات سالم، آداب شهرنشینی، پیشگیری از جداشوی عائله‌های جوان، سهمگذاری در آبادانی و سازندگی وطن، در عمل تطبیق کردن قانون‌های ملی و دیگر مسائل مهم ابراز نظر کرده شد. همزمان عاید به مسائل جلب جوانان و نورسان به ورزش، خودکشی بین زنان و بانوان، نکاح برمحل، احیا و رشد هنرهای مردمی و طعام‌های ملی، صرفه و سرشته‌کاری، اینچنین درباره قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با تروریسم، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تربیت و تندرستی شهروندان و دیگر قانون‌های ملی کارهای فهماندهی گزارانده شده. از ساکنان برای تقویت بخشیدن کارهای آبادانی، سازندگی و بنیادکاری و تازه و آزاده نگاه داشتن محلی زیست خود به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دعوت به عمل آورده شد. هنگام صحبت و واخری ساکنان این بنا با سوالای خود جوابای مشخصی گرفتند و این البته در اساس نقشه چهاربینیایی که از جانب سود عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده و نقشه چهاربینی‌های داخلی اداروی سود ولایت سوق پیش بینی گردیده بود و ما این اقدام خود را ادامه داده ایستادیم و ادامه خواهیم داد. جهتی بلند برداشتن شعور حقوقی شهروندان و تربیت آنها، عاید دانستن قانون و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده.